به نظر شما مهمترین بخش ارزش‌های انسان چیست؟ امروز می‌خواهم در مورد 3 اصل مهم ارزش‌های زندگی یک انسان صحبت کنم. اولین ارزش زندگی یک انسان قوی شدن است. یعنی هر انسان باید هم از نظر ذهنی، هم از نظر شخصیتی و هم از نظر مهارتی باید کسی باشی که در مقابل تمام سختی‌های دنیا ایستادگی کنه. یعنی با تمام مشکلات دنیا بجنگی. و دومین ارزش زندگی یک انسان پولدار شدن است. یعنی استقلال مالی. یعنی بتوانی زندگی خود را با دستای خودت بسازی. وابسته به هیچ کس در دنیا نباشی. حتی به پدر، مادر، خواهر و برادر. و هم امنیت داشته باشی. و سومین ارزش زندگی یک انسان ارزشمند شدن است. و این مهمترین ارزش زندگی یک انسان است. یعنی فقط پول و قدرت نداشته باشی، بلکه انسانی باشی که احترام، تأثیر و شخصیت داشته باشه. یعنی کسی باشی که حضورش برای دیگران مفید و قابل اعتماد باشه.